و عنه از جابر ابن عبدالله دیگه حدیث است، میگه قال کان النبی، بود رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ، وقتی که وضو میکرد، ادار الماء على مرفقی، و دور میداد ما را بر دو آرنجای خود، یعنی آب میرسان. ایره دارالقطنی روایت کرده به سند ضعیف. اذا توضأ، وقتی که وضو میکرد یعنی شروع میکرد وضو را، آب در آرنجایش میرسان. اداره به معنای اجر الماء و غمس ولج، یعنی میرساندش و خوب میمالیده مرفق تماما آرنجایش. مرفق به کسر میم و نمو استخوانی که بلند است داخل بند دست، از اینجا تا اینجا را ذراع میگه، ای خود از را مرفق میگه. چرا ایره مرفق میگه؟ به خاطر که انسان از این فایده میگیره در تکیه کردن و امثالش. حافظ ابن حجر ایره توضیح داده که اسم مرفقه. این حدیث چطور است؟ حدیث بعضی هم میگه حسن است، بعضی میگه ضعیف است. اکثریت میگه ضعیف است، صحیح نیست. خب آیا شستن مرفق یعنی آرنج به همراه دست در وضو واجب است یا نه؟ بله، تمام 4 مذهب ائمه اربعه، یعنی از اهل سنت، حنفی ها، مالکی، شافعی، احمد ابن حنبل، هر 4 مذهب میگن که بله واجب است. دلیلش غیر از این حدیث دیگه است که الله در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، بشوین دستایتان تا آرنج ها. الا به معنای معاس، یعنی مع المرافق، به همراه آرنج ها. و دیگه حدیث نعیم مجمر او میگه رأیت ابا هریره، مدیدم ابا هریره را که وضو میکرد، فغسل وجهه، و روی خودش شست، فاسبغ الوضو، وضو را کامل کرد یعنی 3 بار. ثم غسل یده الیمنی، بعد دست راست خودش شست حتی اشرف العضد، تا اینکه در بازو شروع کرد. یعنی از این فهمیده میشه که آرنج شست این دی بالا یاره. ثم یده الیسری، بازو امیره میگه که از آرنج بالا، یعنی خود آرنج ششتگی است، میده شروع کرد. و این حدیث صحیح مسلمه. بعد دست چپ خدا شست حتی اشرف العضد، تا اینکه در بازو شروع کرد، یعنی آرنج داخل شده. ثم مسح رأسه، و باز مسح کرد سر خود را. ثم قال، گفت که هکذا رأیت رسول الله توضأ، می قسم دیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ که وضو میکرد، یعنی از این فهمیده میشه که آرنج داخل است. رواه مسلم، یه حدیث در مسلم است. این تنها دارالقطنی حدیث نیست که در صحتش اختلاف است. حدیث قوی دیگه وجود داره که غیر از آیت قرآن که آرنج شسته شود. و دیگه حدیث هم است که دلالت میکنه که مرفق یعنی آرنج دست در به همراه دست است، اگر که سندش ضعیف است. اما در دارقطنی با سند حسن آمد حدیث عثمان ابن عفان است در صفت وضوی پیامبر، فغسل کفیه الی المرفقین، میگه پیامبر شست هر دو کفای خود را، یعنی اینی بند دست شست الی المرفقین تا اونجا، حتی مس اطراف العضدین، تا اینکه مس کرد اطراف بازوهای خود، این اینجای خود مس کرد. یعنی از فهمیده میشه که آرنج شسته شده. این سندش حسنه. و در احادیث باب که آمده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقی، وضو که میکرد آب با آرنج میرساند. اگر که سندش ضعیف و اختلاف بود، اما باز وقتی که واجب یا فرض باشه حکمش چیزه. کسی آرنج خشک مون نشست وضوش نمیشه، اینی حکم داره. بعضی هم میتونن سمیتو میکنه آرنجش خشک میمانه. و در حدیث بزاز آمده تبرانی از حدیث وائل ابن حجر در صفت وضوی پیامبر می و غسل ذراعی حتی جاوز المرفق، ذراعی بند دست خودش شست اینجا را تا اینکه تیر شد در مرفق، یعنی در آرنج هم رسید. این حدیث هم دلالت میکنه. و دیگه حدیث با امام طحاوی و تبرانی آورده که از حدیث علبه ابن عباد النبی مرفوعا است. پدرش نقل میکنه می ثم غسل یدی، دستای خودش شست حتی یصل الماء علی المرفقین، تا اینکه آب رسید به آرنج هایش. یعنی از این حدیث فهمیده میشه که یکش دیگه خدا تقویه میکنه. حدیث صحیح است که آرنجا داخل است. بعض علما گفته که نه، مرفقین داخل نیست در فرض وضو، در فرض وضوی دست داخل نیست. میگه واجب نیست و سنت میگه گپ جداست، واجب نیست. این امام زوفر شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله حنفیه، داود ظاهری و قول تبری است. اما این نظر قوی نیست. قوی همو بود که
احادیث صحیحه و آیت قرآن نمو که دلالت میکنه که مرفقین یا بارونجا در وضو فرض است، ششته شب. و آنچه که دلالت میکنه با دخول مرفقین میگه از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل نشده که یک رو دفعه هم ترکش کرده باشد، یعنی یک مرتبه هم نقل نشده. پس ششتنش واجب است که باید ششته شود. خب این حدیث درباره مرفقین بود. یک حدیث دیگه درباره ازی که در وقت وضو بسم الله گفتن چی است، دیام اختلاف است ولی ما دلایلش میگیم. و ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه، اخرجه احمد و ابو داود و ابن ماجه باسناد ضعیف. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا وضوء نیست وضو، یعنی وضو صحیح نیست لمن برای کسایی که همو وضو کنندای لم یذکر که یاد نکنن اسم الله، نام الله را، علیه در وقت وضو، یعنی به بالای وضوش خودان که بسم الله الرحمن الرحیم نگوین وضوشان نمیشه. اخرجه امام احمد ابن حنبل حدیث در مسند خود و ابو داود در سنن، ابن ماجه در سنن خود و با اسناد ضعیف، و ترمذی از سعید ابن زید و ابی سعید امثال شد. در صحت از اختلاف است، آیا این حدیث صحیح است یا نه یا ضعیف است. حدیث از چند طریق آمدگی است. یک طریقی است که ابو هریره در مسند احمد است و ابو داود و در سند ضعیف است، به خاطر که می جهالت یعقوب بن سلمه و جهالت والدش، این دو راویش مجهول است. و حدیث ابی سعید به نزد احمد بن حنبل در مسندش و در سندش مقال یعنی گپا است. و حدیث سعید ابن زید است به نزد احمد و ترمذی در کتابشان و در سندش اضطراب جهالت است. و حدیث سهل ابن سعد است به نزد ماجه که سند ضعیف جدا است. خب جماعت از علما میگویند که صحیح نیست، در صحت از اختلاف است. از اون جمله علمایی که میگن این حدیث صحیح نیست امام احمد ابن حنبل است، ابو حاتم محدث و ابو زرعه، اینا علمایی هستند که جرح و تعدیل یعنی راوی‌ها را صحیح و ضعیف بیان میکنند. و قیلی مقسم بزاز ابن المنذر اینا میگن که حدیث ضعیف است. و یک جماعت دیگه میگن حسن است، با مجموع طرقش به خاطر طریق‌های زیاد است، یکی دیگه خود تقویه میکنه. از این جمله ابن سید الناس محدث کلان است، میگه حدیث حسن است، یعنی در جمله اقسام صحیح است که به او عمل ضروری میشه. و ابن حجر خود صاحب کتاب که ما و شما میخوانیم بلوغ المرام ایام گفته. و می قسم سیوطی در کتاب خود میگه که حدیث حسن، ابن قیم هم ایره حسن گفته، امام شوکانی و شیخ البانی ایره صحیح گفته. از این راجع می است که به درجه حسن است. چرا؟ به خاطری که یا میگه یک سندش دیگه خدا تقویه میکنه. خب کسایی که میگن نه صحیح نیست، یا میگن به خاطر که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در صفت وضوش که دیگه صحابه نقل کرده، هیچ کدامش میگه نگفته که این پیامبر بسم الله گفته. ما شما چند احادیث را خواندیم دو بسم الله یاد نشده بود. به این خاطر یا میگن که یعنی بسم الله گفتن در حدیث صحیح نامده و این نمیتونه که ثابت شود. خب حکم بسم الله چی است از نظر محدثین و مجتهدین و علما محدثین در این باره اختلاف دارند و فقها. قول اولی است که واجب است یعنی فرض است. کسی بسم الله نگوید وضوش نمیشه. این در اول وضو بسم الله نگفت نمیشه وضو. و این قول ظاهری است یا قول ظاهری ها کسایی که به ظاهر حدیث عمل میکنن اینقدر فقهی فکر نمیکنن. روایت از احمد ابن حنبل یک روایت است و بعض اصحابش را انتخاب کرده و رجل البانی شیخ البانی را ترجیح داده که فرض است یعنی واجب است. حدیث دلیلشان همی حدیث است که لا وضوء، پیامبر گفت وضو نیست برای کسی که نام الله را در وقت وضو نگیره، یعنی بسم الله نگوید. مراد به نفی که لا نافی است، لا وضوء نیست، وضو نفی صحت است، یعنی هیچ وضو صحیح نمیشه. وقتی که صحیح نشد دیگه و نماز هم نمیشه، یعنی لا وضوء صحیح لمن لم یذکر اسم الله علیه. قول دومی است که میگه نه سنت است واجب نیست و این را دیگه ائمه گفته، جمهور علما
همین قسم مثلا مذهب حنفی و شافعی و مالکی و اینا. و ابن قدامه مقدسی را ترجیح داده است که سنت است. ابن منذر، ابن حزم، ابن کثیر و اختار و ابن حزم ایرا منتخب کرده است که صحیح شیخ ابن باز. اینا میگن که الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، یعنی الله اینجا امر به بسم الله نکرده، میگه وقتی که اراده نماز میکنین رویتان بشوین. یک دیگه حدیث خصوصی خواهد مطلق است. یک دلیل حدیث چی؟ حدیث عبدالله ابن عمرو است که پیامبر میفرماید که ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله کیف الطهور. میگه یک مرد پیش پیامبر آمد برای خاطر یاد گرفتن وضوش گفت رسول الله کیف الطهور، وضو کردن چه قسمت به من نشان بده. فدعا بماء، پیامبر صلی طلب کرد آب، فغسل کفی، دستای خودش 3 بار، ثم غسل وجهه، بعد روی خود 3 بار شست، همین تو سر خود مسح کرد 3 بار، پای خودش شست. این ابو داود نقل کرده. با فذکر له النبی الوضوء ولم یذکر التسمیه، پیامبر صلی وضو را برش یاد داد عملی، اما بسم الله را نگفت. در این حدیث یعنی بسم الله یاد نشده. از این فهمیده میشه که واجب و فرض نیست. اگر کسی یعنی بسم الله نگوید وضوش میشه، صرف سنت ترک کرده، وضوش میشه، صرف ثواب از پیشش رفته. این اینطور میگه. این یک دلیل. خواهمی یک آیت، یک حدیث دیگه. حدیث صحیح است برای عربی پیامبر گفت توضا کما امرک الله، وضو کو قسمی که الله تو را امر کرده و دو بسم الله نیست. گفت امر که تو را الله کرده دو بسم الله نیست. و این دلالت میکنه که واجب نیست. و اگر واجب می بود لعلمها ذل اعرابی هو العربی، الله اگر واجب می بود پیامبر صلی به عربی یعنی کوچی نشین سرانشین یادش میداد، زیرا او جاهل بود. سوم دلیل است که صحابه که صفت وضوء پیامبر را نقل کردن با وصف کامل، یکشان بسم الله را در اون آوردن. در حدیث مشهور اگر بسم الله فرض واجب می بود اونا ترکش نمیکردن و گفتن که میگن که حدیث لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله، وضو نیست برای کسی که بسم الله را نگوید در وقت اول. در اول وضوش میگه به معنای است که لا نفی صحت نیست بلکه نفی کمال است. معنای تو میشه که لا وضوء کامل، وضوء کامل نیست. وضوء کامل نیست کسی که نام الله را یاد نکند در وقت وضو، وضوش کامل نیست. این اول بسم الله را که بگویی کامل میشه، یا نگفتی وضوش ناقص است، یعنی یک نقصانی که بسم الله را نگفت. پس اما وضوش میشه اگر کسی بسم الله نگفته باشه. این را جمهور ائمه علما میگویند. و این دوم قول. قول سوم است که میگه بسم الله گفتن بیخی نامشروع، ناجایز است. این را شیخ دیبان دبیان گفتگی دبیان در احکام طهارت. دلیل عزیز میگه اصل در عبادات من است. این گپ صحیح است که اصل در عباداتی که نکنی حتی یقوم دلیل صحیح، تا که دلیل صحیح موجود شود، قرآن یا حدیث، عبادت انجام نده مگر که دلیل باشه، که با مشروعیتش دلیل باشه. ولم یثبت فی الباب حدیث. به نظر از این میگه هیچ حدیث صحیح وجود نداره، که نداره خلاص دیگه. ولم يرد ذکر التسمیه فی الاحادیث صحیحه ثقت فی صفت وضوء النبی. در حدیث صحیحه که صفت وضوء پیامبر بیان شده، در وجه حدیث صحیح آمده، مثل حدیث عثمان، عبدالله ابن زید، علی، عبدالله ابن عمرو و غیره. خب این به نظرش که صحیح نباشه گپ از این جداست، اما جمهور علما میگن نه، حدیث حسن است و درجه صحیح است. یعنی اقسام حدیث صحیح که به او عمل واجب میشه، یکی حدیث صحیح ثابت است لذاتی و صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. اونا میگن که حدیث ثابت است. اینا نفی وضو که است دیگه که نقل نکرده وضو، یعنی نفی که پیامبر میگه وضو نمیشه، یعنی وضو کامل نمیشه، یعنی بسم الله گفتن سنت است، نه که فرض باشه. والله علم اینجا خصوصی قول شد. این قول سوم که اعتبار نداره، اما دو قول اول که بسیار مهم بود که یکیش واجب میگفت دیگه سنت. خب بازم انسان کوشش کنه که احتمال داره که یعنی جمله فرایض باشه، به خاطر پیامبر سوسام نفی کردگی است و یه حدیث که مستقل باشه و اینطور نیست که پیامبر کلی گپ در یک حدیث بگه، در یک حدیث یک موضوع رو میگه، در دیگه حدیث دیگر رو میگه، یا اینطور میگن. بیا کوشش کنیم که بسم الله بگویم، یعنی بسم الله یادمان نره در سرش. خب طریقش بسم الله هم صحیح و بعضی میگه که بسم الله الرحمن الرحیم بگوی، این کامل میشه، خوبه در سر وضو بسم الله بگوی. خب یک سوال است که وقتی انسان داخل حمام و تشناب میشه
آیا بسم الله بگویا یا نه در تشناب که میری. بعضیا مجبور میشه در تشناب وضو میکنه نه. یا پاک است تشناب، مثلا این تشنابایی که حال است او وقت تشنابایی که کموت یا نبود بوی بود دیگه بود مرداری بود. حالا این تشنابای پاک کموت یا که است بسیار پاک صفا می باشه. اگر داخل میشی چطور است؟ خصوصا هدفش هم تشنابایی که مرداره دیمی وضو میکنیم در اطراف که برین جای نمی باشه یا مشکل می باشه موجه آب است دیگه جای نیست یا موجه وضو میکنی چطور است؟ بسم الله گفته شود در حالی که جای مرداریه. بعض علما میگن که بسم الله بگه به قلبی، به قلبش بگوید، در قلب خود، در دل خود، بدون از اینکه به زبان تلفظ کنه. به زبان میگه نگوید، در قلب بگوید. شیخ ابن عثیمین رحمه الله یک عالم مفتی کلان نست و محدث میگه اذا کان فی الحمام حمام، وقتی که در حمام تشناف باشه می آدم فقط قال امام احمد بن حنبل میگه اذا عطس الرجل حمد الله بقلبی، اگر در تشناب عطسه زدی باید الحمدلله بگویی نه. میگه در قلب خود عطسه که زد الحمدلله بگوید، در قلبش عطسه که زد در قلبش الحمدلله بگوید. فیخرج من هذه الروايه انه يسمى بقلبه. می از این روایت فهمیده میشه از این روایت احمد بن حنبل که اگر بسم الله میگه در قلب خود بگوید، یعنی به زبان نگوید، به خاطر که دانه داخل تشناب مرداری است. و دیگه علما میگویند که نه، بسم الله بگوید با به زبان بگوید، هیچ مکروه نیست، کراهیت نداره. شیخ ابن باز میگه لا باس ان یتوضا داخل حمام، باکی نیست که وضو کنه در داخل تشناب وقتی که ضرورت پیش شود. اگر ضرورت نباشه در جای پاک باشه. و یسمى عند اول وضو، بسم الله بگوید در وقت اول وضو، و یقول بگوید بسم الله خلاص مقه. چرا؟ زیرا بسم الله می واجب است به نزد بعض اهل علم، وقتی که واجب باشه با نشه که وضو شم نشه، و متأکد است به نزد اکثر تاکید هم شده. فیاتی بها بسم الله بیارد و تزول کراهت میگه وجود نداره، مکروه نیست. چرا؟ زیرا کراهت و مکروه زائل میشد به نزد حاجت به بسم الله، یعنی جا ضرورت پیدا شده در اینجا وضو کرده. انسان میگه مامور به بسم الله در اول وضوش، پس تسمیه بگه وضو خدا کامل کنه. خب امو حال خود تشنابای ما شما پاک آمد بسم الله بگویی، بسم الله گفته شد، دیگه شام گپ نیست، بسم الله به زبان گفته شد. وعن طلحة بن مسرف عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرج أبو داود النسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. در ارتباط از این سه حدیث که خواندم این را بیان میکنه که برای مزمزه کردن یعنی آب دهن شستن و بینی را آب جدید بگیره آدم یا جدا. مثلا 3 بار در آب در دهن میپرتی، اما آب که میگیری کتمی آب دهن در بینی هم پرتی، به می 3 باری که آب دهن میگیری بینیم کفایت میکنه یا نه برای بینی جدا آب بگیری؟ چه قسم؟ در این باره 2 نوع حدیث آمدگی است. یک حدیثی است که یک نوع حدیثی است که میگه جدا جدا بگی، یعنی دهن 3 بار کت آب جدا و بینی را 3 بار. در دیگه حدیث آمده نه، کتمی آبی که به دهن میگیری در بینی را کتمی آب بشوی، به یک غرفه به یک لب آب که گرفتی و بینمی اردوش بشوی. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اردوش ثابت است، خب اردوش ثابت است. اگر که در بعضی امی سند حدیثی که جدا جدا بگیری یک ضعف است، اما پسان بیان میکنیم که باید به درجه صحت میرسه. طلحه ابن مسرف از ابی و از جدش روایت میکنه میگه من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم یفصل بین المضمضه و الاستنشاق، جدایی می آورد در بین مضمضه و استنشاق. جدایی یعنی که جدا جدا و وضو میکرد. چه معنی جدا؟ یعنی 3 بار آب به دهن خود میگرفت و 3 بار هم به بینی، یعنی آب بینی را جدا میگرفت. این تو نبود که یک آب دهن بینی را هم باشه، یعنی ما آبی را که به دهن خود میگیره کتمو آب او میشه که مثلا تو بگیری در دهن پرتی باز در بینی هم پرتی، یا زیرش در بینی پرتی، نمیشه در دهن نمیشه در بینی. شما باز همی عمل بکنین زیرا اردوش پیامبر عمل کرد. یفصلو یعنی جدایی می آورد، آب میگرفت برای دهن، باز آب جدید برای بینی میگرفت، برای بینی خود که باشه دیگه آب میگرفت.
صحت حدیث و حدیث علی. خب در حدیث علی طور می ای حدیث ابو داود به سندش ضعیف و اختلاف است. پس آن میگیم علی در صفت وضو پیامبر می ثم تمزمزه، پیامبر مزمزه کرد یعنی آب در دهن انداخت و استنثر ثلاثا و بینی خودم 3 بار پاک کرد. یمزمز که حرکت میداد و ینصر و بینی خودم پاک میکرد من الکف الذی یاخذ منه، عدم کفی که آب گرفت. اخرج ابو داود و النسائی. ابو داود نسائی این در صفت وضو عزیز که امو آبی را که در دهن انداخت و در بینی هم انداخته و به یک لب آب دهن و بینی را شسته کیست، یعنی 3 بار که بوشه به 3 بار دهن و بینی را. یعنی در حضرت علی فهمیده میشه که آب جدید نگیری از حدیث علی، ولی از حدیث طلحه فهمیده میشه که آب جدید بگیری اگر که در سندش اختلاف. اما حدیث دیگه صحیح است که از عبدالله ابن زید در صفت وضوء پیامبر میاد که ثم ادخل یده، پیامبر صلی میگه داخل کرد دست خود را مزمزه کرد یعنی دهن خود ششت و استنشق و دیگه آب در بینی خود انداخت من کف واحد، از یک کف. یفعل ذلك ثلاثا، 3 بار کار کرد. متفق علیه، یعنی حدیثی که متفق علیه در بخاری مسلم است، در او صریح است که پیامبر صلی به یک کف آب هم دهن ششته هم بینی را آب در دهن انداخت و در بینی باز دهن خود غرغره کرد و بینی را باز دیگه آب که گرفت نیمشه در دهن نیمشه در بینی انداخت. یعنی حدیث قوی و صحیح امی است، صریح. خب حدیث طلحه ابن مصرف که گفت که نه آب جدید گرفته، این صحیح است یعنی؟ و حدیث علی چطور است؟ حدیث طلحه ابن مصرف حدیث ضعیف است و در چند علل است، یعنی چند ضعف است. یکی در اسنادش لیث بن ابی سلیم است، حافظ ابن حجر میگه که ضعیف است و در این مصرف والد طلحه مجهول است، یعنی خود مصرف از پدرش که روایت میکنه. و حدیث علی حدیث صحیح است که قبلا بیان شد و از چند طریق او نقل شده است. خب اختلاف که در کیفیت مزمزه است. علما 2 قول دارند چه قسم دهن و بینی را بشوییم، با آب جدید یا با یک آب که میگیریم. قول اولی است که سنت میگن فصل است. فصل یعنی آب جدید بگیری، 3 غرفه آب در دهن پرتو، خب بمال مسواک اول مسواک میزنی و باز 3 غرفه دیگه لب آب در بینی، یعنی در بینی جدا 6 غرفه میشه، 6 لب آب میشه. این میگن سنت است و این مذهب حنفی است. حنفی یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله که این مردم افغانستان اکثر میگن که ما حنفی هستیم، اینا امی مذهب حنفی میگه که با دهن جدا و بینی جدا. استدلال میکنن به امی حدیثی که بیان کردیم طلحه ابن مصرف که میگه من رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله دیدم که جدایی میآورد در بین مزمزه و استنشاق. میگه دلالت میکنه به مستحب بودن آب نو جدید گرفتن در بین شستن دهن و بینی و یکی میگه برای هر کدامی از دهن و بینی آب نو بگیره، 3 بار که میشه 3 باری 3 بارو 6 مرتبه میشه تا که خوب میگه در کامل وضو و در انقا، یعنی خوب پاک بکنه دهن و بینی را. و دلیلشان اگر که حدیث ضعیف بود اختلاف بود و قول دومی است که انه یجمع بینهما، جمع کنه در بین هر دوش. این مذهب شافعی و حنابلة و رجع و نووی امام. جمع کردن چی است؟ یعنی که بعضی وقت به او عمل کنه و بعضی وقت به این عمل کنه. یک حدیث باب است و این حدیث قوی است که عبدالله ابن زید گفت پیامبر دست خود در تیر کرد آب، باز آب مزمزه کرد دهنش بینی را از یک کف آب، یعنی یک کف آب هر دوش شست و این کار 3 مرتبه کرد. این حدیث امام نووی میگه در این حدیث دلالت واضح است به مذهب صحیح مختار. مذهب صحیح که منتخب است که سنت در مذهب استنشاقی است که یکون به 3 غرف 3 غرفه باشد، هم دهن باشه هم بینی را باشه، از امی هر یکیش به 1 غرفه آب هم دهن هم بینی. میگه اینمی سنت است و امی مختار است، مذهب صحیح امی است. حافظ ابن حجر میگه که استدل و این شافعی و حنابلة امیر میگن، میگه با استدل بیا اصحاب استحباب الجمع، یعنی مستحب بودن جمعی که یعنی به 1 لب آب هر دو بینی و دهن باشه در بین مزمزه و استنشاق، بین دهن باشه بینی را از هر غرفه، هر لب آب که میگیره هم دهن هم بینی. خود حافظ ابن حجر که کتابش ما و شما میخوانیم بلوغ المرام امی هم میگه که از 1 غرفه هر دوشه بشه، یعنی از 1 دست. ابن قیم میگه ولم یجی الفصل بین المزمزه و استنشاق، میگه جدایی در بین مزمزه و استنشاق فی حدیث صحیح حدیث صحیح وجود نداره، حدیث ضعیف.
و علاوه صفت یحمل حدیث علی. حدیث علی هم میگه به می حمل میشه که یعنی یک جای خوانده وضو شود. به می یک لب آب عمدن هم بینی. اگر که یک ذره سخت است به ما شما که به می یک غرفه آب دادم پرتیم با بینی دانه چی کنیم باز بینی را خب حال ما شما عادت نیستیم نه آب بدن جدا گرفتیم به بینی جدا، اما اگر میره عملی کنین باز دمی هم بلد میشین. شروع کنین یک چند وضوی تانه یا زیاد وضوی تانه همی قسم هم بکنین. واقعا حدیث هم قوی است و حدیث ضعیف آمد. خب صفت الجمع چه قسم میگه جمع کنیم؟ صفت جمع امام نووی میگه ایا خذ غرفتن، یک غرفه آب بگیره و یتمزمز منها و ددان پرتا ثم استنشق باز بینی را هم چیز کنه. او خیلی تو چطور میشه که تو آب ددان پرتی با نیم دیگه شده بینی پرتی با دهان پاک کنی باز بینی را که تمام که در بینیت زدی. ثم یاخذ غرفه ثانیه، بعد دیگه غرفه بگیره یفعل بها، بعد ددان هم پرتا در بینی هم، ثم ثالثه سوم گیر با هم ددان پرتا هم در بینی. و ابن قیم میگه نه جمع ای توست که کانا صلی الله علیه وسلم یتمزمز میگه دهانه میشش پیامبر و استنشق تارتن بعضی وقت به غرفتین و تارتن به غرفتین و تارتن به ثلاث. یک دفعه میگه به یک لب آب، دیگه دفعه به دو لب، دیگه دفعه به سه لب. و کان یصل بین المضمضه و استنشاق، میگه در بین مضمضه و استنشاق جمع میکرد. فیاخذ نصف غرقه و نصف الغرفه لفمی و نصف الینفی، نیمش میگه بر دهان میگرفت نیمش به بینیش، یعنی تو که میگرفت نیمه به دهان نیمه به بینی. خب ولی امام نووی گفت که نه جدا جدا بگیره، یعنی ام یک دانه را که گرفت دهان بوشه با دیگه شکی میگیره او را در بینی بزن، با دیگه شکی میگیره در دهان بزن. این میگه نه به یک غرفه. ابن قیم میگه هم دهان هم بینی. خب بعد از این یعنی حدیث چیز که از آب جدید گرفتن ضعیف است حدیثش. کوشش کنیم که به می عمل کنیم که به می غرفه آب ولی اگر کسی به او هم بکنه والله علم که گناهگار نمیشه، به خاطر که در حدیث اختلاف است. بعضی او را به درجه حسن گفتگی است. اگر او گفت باشه، اگر اینا میگن که پس پیامبر چیزی ثابت نباشه یعنی به درجه به بدعت و یا میرسه. خب کوشش کنیم زیاد اوقات که یک غرفه آب یک غرفه دهان و بینی را هر دوش باشیم، آب هم کم مصرف شود زیادتر میره. اینا نل وضو که میرین گفتم نل اعلا نکنی، نل آواز میکن، نل کم بان باز آب که میگیری اگر تیز میه که میگرفتی پس بستیش کن بینی تا خوب باز اعلا کن. ما شما آب اعلا مانده روان است دیگه نه گاهی دستا و باز حتی آب بیخی اعلا میمونه. بسیار یک خیانت و یک اسراف هم است و پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح گفت کسی کار کنه نه از 3 بار زیاد بشه فقط عصا بد میکنه و ظلم و تجاوز میکنه. و عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیه. همی وضو و غسل پیامبر که چه قاب بودگیست این را که بفهمیم یک خوبیش به ما میشه که آب کم مصرف میکنیم. پیشتر و حدیث عبدالله ابن زید و چیز حدیث قبلی را که بیان کردیم که اختلاف و چه قسم گرفته شود از عبدالله ابن زید بود. از عبدالله ابن زید دیگه حدیث و این حدیث صحیح و قوی است. ایست که می فرماید که کان رسول الله بود رسول الله صلی الله علیه وسلم وضو شکی یتوضا وضو میکرد بالمد با مد وضو میکرد و یغتسل بالصاع و غسل میکرد با صاع پیمانه الی 5 امداد تا 5 مد غسل میکرد. متفق علیه، یعنی حدیث بخاری مسلم روایت کرده. این حدیث به چی دلالت میکنه؟ همون مقداری که وضو برش آب کفایت کنه چه قاب است و مقداری که غسل کفایت میکنه. در صحیحین یعنی بخاری مسلم از ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین علی ابن ابی طالب از علی نقل شدگی است که انه کان هو و ابوه عند جابر و عند قوم. این می فرماید که می با پدرش پیش جابر بود و پیش از یک مردم آمد. فسالو عن الغسل، از غسل پیامبر پرسان کردن پیامبر که چه قاب غسل میکرد؟ فقال گفت یکفیک ساعون، کفایت میکنه بر تو یک ساع آب. یک ساع یعنی یک پیمانه که پیشتر هم گفتیم که یک ساع آب چقدر بود؟ 3 لیتر بود فعلا، 3 به حساب لیتر.
فقال الرجل می یک مرد گفت که ما یکفی، کفایت نمیکنه. فقال جابر می کان یکفی من هو اوفا منک شعرا. وقتی که کسی آمد گفت قد چه آب غسل کنیم؟ گفت یک سا آب. سا را و میفهمیدن یعنی 3 لیتر آب. او گفت که 3 لیتر کی میشه که ما غسل بکنم؟ جابر برش گفت که کان یکفی، همین 3 لیتر آب کفایت میکن. من هو اوفا منک شعرا، کسی را که مویش بسیار زیاد بود، موی پیامبر بسیار زیاد بوده. او خیرم منک، او کسی که تو کرده بهتر بود. یرید رسول الله، اراده کرده بود رسول الله، یعنی با پیامبر کفایت میکرد، آیا بر تو چطور کفایت نمیکنه؟ پس از این فهمیده میشه که یعنی آب کم انسان غسل کنه به این ثواب آمد و خوب آمد. مقدار آنچه که کفایت میکنه در وضو چیست؟ یک حدیث آمده که مد باز براتون ما گفتم که یک لب آب متوسط اینه و این را میتو که بگیرید یک چیز پرد و یک مد چقدر گفتیم که 750 میلی لیتر، نه 750 میلی لیتر، یعنی از 1 لیتر 250 میلی کم باشه از 1 لیتر. اینی را یک مد میگه، مثل که در حدیث باب آمد. و دیگه حدیث است که در حدیث آمد یتوضا بالمد، با یک مد بین قاب وضو میکن، بین مقاب یک کف آب وضو میکن. ما شما چه قاب مصرف میکنیم؟ و دیگه حدیث است ورد ثلثی مد ننده، یعنی دو مد، 2/3 مد. از 1 مد یعنی این 1 مد 1/3 هم کم بکنی، یعنی 500 میلی لیتر بین قوضو کردگی است. و سبق ذلك یه حدیث قبلا هم تیر شد. مسئله ایست که در وضو و غسل اسراف نشه. اسراف یعنی زیاد آب مصرف نکنی، اصل حدیث همیست. امام نووی میگه اجمع و اتفاق کرده علما علی ان الماء الذي يجب في الوضوء والغسل غیر مقدر. آبی که کفایت میکنه در وضو غسل مقدر نشده، بل یکفی قلیل و کثیر، کم و زیاد کفایت میکنه وقتی که شرط غسل موجود شه که آب در اعضا برسه، فقط آب در کل عضو برسانی. میگه این را اتفاق کرده. امام احمد میگه که من قلت فقر رجل لعبو بالماء، میگه از جمله قلت فهم یک انسان است که فهم از اسلام نداشته باشه با آب بازی میکنه، یعنی زیاد مصرف میکنه آب. همین اگم تا که زیر چی استاد میشنی اکثر همی تو میکنم یا مسلمان های سرزمین ببینی که زیر شاور استاد از قرار اعلا کرده، میگه می تو بان که خب مرا خوشم میاد چطور چنان. دیگه و امام میمونی میگوید تل شاگرد احمد است، احمد ابن حنبل، میگه کنت اتوضا بماء کثیر، میگه من با زیاد آب وضو میکردم. فقال لی احمد، می احمد بر ما گفت، احمد ابن حنبل که امام رئیس المحدثین، یا ابو الحسن، یا ابو الحسن کنیش بود، اترضى ان تكون کذا، آیا تو راضی هستی که تو شوی؟ یعنی چیزی بد گفتش. بعد می فترک تو یعنی محاسبه، میگه من ترکش کردم از جهت شک و اینا. مرا یعنی تقبیح کرد که تو چرا با آب زیاد غسل میکنی؟ مقدار امو آبی که پیامبر غسل کرده چقدر بوده؟ در یک حدیث 1 سا گفته، مثل که یعنی حدیث باب است. و دیگه حدیث از عایشه است که در صحیح مسلم عایشه رضی الله عنها خانم پیامبر امهات المؤمنین مادر ما و شما، این میگه انها کانت تغتسل، می عایشه غسل میکرد، هی و النبی صلی الله علیه و سلم من اناء، از یک ظرف اردوشان غسل میکرد. و هو فرق یعنی 3 اسوا، فرقی را میگه که 3 سا 3 پیمانه هر دوش غسل کرده است. 3 پیمانه یعنی 9 لیتر آب مانده بودن و از امو هم پیامبر غسل کرد و هم عایشه، این 2 نفر، با وجودی که زن و نمویش هم زیاد می باشه. یعنی از این فهمیده میشه که 1.5 سا مصرف شده. پس با حساب روایاتی که کمترین آنچه که وارد شده در غسل 3 امداد است، یعنی 3 کف آب در غسل کمترین، و زیادی که در غسل آمده 1 سا تا سا و مده، یعنی 1 پیمانه و 1 مده دیگه هم به همراهش است. پس یعنی کوشش شود که آب کم مصرف شود و دایی به خیر و برکت هم از اسراف هم نمیشه، خصوصا در این وقت که آب کم شده گیست ما و شما از اسراف جلوگیری کنیم. و انا نسین آب وضو هم کم مصرف کنیم، به سرعت وضو کنیم. و انا نسین رضی الله عنه قال رأی النبی صلی الله علیه وسلم رجلا، رأی النبی صلی الله علیه وسلم رجلا و فی قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. انس بن مالک یک حدیث دیگه است، اگر کسی یک عضو بدنش خشک بانه در وضو چی میشه؟ در این باره
انس بن مالک میگه که پیامبر یک مردی را دید که وضو کرد و در قدمش مثل الظفر به اندازه یک ناخون آب نرسیده بود، یعنی خشک مانده بود. فقال پیامبر برش گفت ارجع برو فاحسن وضوء کامل کن، یعنی دوباره سر از او امر کرد که وضوء نشده وضوء تکمیل کن. اخرج ابو داود و نسائی، امام ابو داود و نسائی حدیث نقل کرد. مثل الظفر بزم زامعه، یعنی ظفرم به اندازه ناخون، این به اندازه ناخون یا این قدر خشک مانده بود. معنای قولش ارجع فاحسن وضوء که برو وضو بکو دو معنا داره. وضوء تکمیل کن، یکی که برو در اونجا وضوء کامل کو فیکون امر به غسل ماتن، یعنی امر پیامبر ششتن آنچه که باقی مانده. این معنا رو نداره که اثر وضو کن، یعنی همون جایی که خشک است امور باشه، صرف همون جای خشک، کدام جای دیگه ایتونی که اثر وضو کن. یک معنایش دیگه احتمال داره که معنایش است که اثر وضو تا شروع کن، از اول یه وضو کردی پس اثر شروع. خطابی میگه ان هذا هو ظاهر، یعنی ظاهر معنایش است که یعنی اثر بکن. اگه کسی یک عضوش خشک مان صحیح می است که برا اثر وضو بکنه، به خاطر که ایسو میاد و تا خبر میشه دیگه اعضایش خشک میشه، نه باید که چی کار کنه؟ اثر وضو کنه. و یؤیدو می تایید میکنه، تقویه میکنه، میگه که اثر وضو کردن حدیث خالد بن معدان دیگه حدیث از بعضی اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم ان النبی صلی الله علیه و سلم لا رجلا، پیامبر می یک مرد دید یصلی که نماز میخوان و فی زار قدمی در پشت قدمش لمعه قدر درهم، به اندازه یک درهمی تو که آبانی استابه این قدر، یعنی قدر کف دست، یعنی یک پنجی بگویم یا دوی، یک دوی پیسه خشک مانده بود در پشت قدمش. لم یصب الماء، آب به او نرسیده بود. فامره النبی، امر کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصا ان یعید الوضوء، که وضو را چی کنه؟ اعاده کنه دوباره. و صلات، نماز هم نماز دوباره بکو، هم وضو تا یه وضو کرده بود تموجش خشک بود، نماز هم خوانده. روا ابو داود حدیث نقل کرده، حدیث است. پس از این فهمیده میشه که یعنی اگر کسی جایش خشک ماند دوباره اثر وضو بکنه. تعریف موالات چیست؟ یعنی موالات چی را میگه؟ موالات یعنی تتابع، پای در پای. وضو که میکنی روی به صورت دست باشه، به صورت پای، که وقتی وضو میکنی آب بدنت خشک نشه، یعنی کلش خشک نشه. مراد متابعت غسل اعضا، بعضش اسر بعضن حیث یغسل العضو، یک عضو شسته شود پیش از اینکه خشک شود، در زمان معتدل دیگه شسته شود، یعنی یکی میشوی پیش از اینکه خشک شود دیگه شمی تو به صورت وضو باشه. حکم موالات در وضو چیست؟ علما اختلاف دارد در بین فقها. می تأخیر یسیر کم وقت تیر شود، یک عضو شستی کم تیر شود، در صحت وضو مطلقاً تاثیر ندارد، وضو را خراب نمیسازد. مثلا کسی یک پای خودم میشوید در یک جای، بعد میره و در یک جای دیگه پایش میشوید، اما فاصله از اینجا تا یک جای میره، دیگه پینید. چرا؟ به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که وضو کرد و در یک جبه شامیه بود، یعنی یک چپن داشت، ضیق الکم، میاستیناش که است تنگ بود، تو که زور زد نشد میفتره که وضو خود تر کرد، دیگه میاستین خود کشید تو، هرچی که زور زد نشد دیگه، کی را ایسو کش میکرد. وضو خود ترک کرد و اخرج یدی، دستای خود بیرون کرد از آستیناش، من تحت ذیلا، از آستین و غسل یدی، بعد از او با دستای خود شست. یعنی میشه که اگه انسان یک دست خود میشوید و بعد دیگه دست خود چی میکنه، یا بند دست میشوید یا دهن میشوید یا روی میشوید، در دست که میرسه هرچی زور میزنه نمیشه، بازی را میکشه، یک فاصله کم است. بازی تو نیست که پس روی بوشه یا سر، همین روی کشید آستینا را که وسو کرد، چپن کشید، باز پس همی دست ادامه بده، ایتو نکنه که اثر روی باشه، زیرا این سخت تمام میشه که انسان از این اجتناب کنه. وقت یعنی فاصله کم خیر است، اما زیاد فاصله نباشه. یک عضو تکشیشتی پای در پای دیگه شه، چقدر که سرعت باشه خوبه. دوم اختلاف نیست در بین علما، میگه که همچنان که عمل کردن با وضو با پای در پای مشروع است و سنت است، یا فعلش مستحب است، یعنی پای در پای. باز اختلاف علماست که اختلاف دیگه است که آیا همی موالات پای در پای فرض است یا نه. دیگه خو اتفاق دارن که پای در پای سنت است، اما در فرض بودنش اختلاف. اگر فرض باشه باز کسی پای در پای وضو نکنه وضوش نمیشه. اینال در این صورت علما چند قول دارن. یک قول اول است که فرض است، کسی که اینو ترک کرد باید دوباره وضو بکنه، قول اول همیست. این نظر مذهب حنابلة است. حنبلی ها، مذهب حنبلی که عربستان بسیار کشورهای عربی در این مذهب هستند، اینا میگن که اگر یک کسی
وضو کرد اما پای در پای نبود هیچ وضوش نمیشه، باید از سر وضو کنه. و دلیلش همین حدیث باب است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت ارجع فاحسن وضوءک، برو وضوی تا دوباره بکنی، به خاطر که او ناخوش بود بدنش. و دیگه حدیث عمر ابن خطاب ان النبی می پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی رحمت سلامتی کنه افسر رجلا میدید یک مرد وضو میکرد و علی ظهر قدمی مثل الظفر، در پشت قدمش به اندازه ناخن بود، لم یصب الماء که آب نرسیده بود. فقال له النبی صلی الله علیه و سلم پیامبر به او گفت ارجع برو فاحسن وضوءک که وضوی تا کامل کو، فرجع رفت و توضأ وضوءک ثم صلی، باز نماز خواند. یعنی از این فهمیده میشه که فرض است به خاطر که نماز شام نشده بوده و پای در پای فرض. رواه مسلم. قاضی عیاض میگه فی هذا الحدیث دلیل علی وجوب الموالات، یعنی موالات پای در پای در این حدیث دلالت میکنه که فرض است، به خاطر که پیامبر گفت احسن وضوءک، وضوی تا کامل کن. ولم یقل، نگفت که اغسل ذلک الموضع الذی ترکته، همون مکانی را که ترک کردی او را بشوی، نگفت برو، گفت اثر وضو بکن. و واقعا این حدیث این دلیل بسیار قوی است. و خالد بن معدان میگن بعض اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم را رجلا، خالد بن معدان میگه که پیامبر یک مرد دید که نماز میخواند و فی زر قدم لمتو قدر درهم، به اندازه یک قدر درهم لم یصب الماء، آب نرسید، یعنی خشک مانده بود. فامره رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یعید الوضوء، امر کرد که وضو را دوباره بکنه. این حدیث در صحتش اختلاف است. وجه دلالت میگه ظاهر است که اگر موالات فرض نمی بود پیامبر او را امر نمیکرد که برو موجیت بشوی، الامر بغسل اللحم فقط دونه، یعنی تنها میگه فمسحره بشوی، نمیگه که دوباره وضو کن. یعنی از این فهمیده میشه که دوباره وضو کو که موالات فرضه. دیگه دلیل است که فعل و پیامبر همیشه کرده است که وضو نمیکرد مگر مرتب به ترتیب می بود، یعنی اول روی با دست و با سر و دیگه متوالی پای در پای می بود، در فعل شامل. و دلیل پنجم است که پیامبر وضو یک عبادت واحد است، فلا یبنا بعض علی بعض متفرق، میگه بنا نمیشه بعضش به امرای بعض به امرای تفرق اجزا، که اجزایش جدا کنیم، یک عضو بشویم با دیگه‌ش با نیم فاصله با دیگه‌ش، بلکه واجب است که بعضش با دیگه‌ش متصل باشه. خب قول اول امی بود که واجب و فرض است، کسی کار نکرد نماز وضوش نمیشه و نمازش نمیشه. دوم نظری است که سنت است واجب نیست، این مذهب حنفیه و شافعیه. دلیل از اینا چیست؟ میگه الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، الله در قرآن میگه که وقتی اراده نماز کردین رویتون بشوین، دستایتون بشوین، مس سر کنین، پای بشوین. الله امر کرده به تطهیر، به پاک کردن می اعضا بدون شرط موالات در قرآن نامده. در ششتن چه قسم میگه حاصل شو غسل، چه قسم که همی ششتن حاصل شد این کفایت میکنه، ولی دلیلشان قوی نیست. این خواهیت هست ولی در حدیث پیامبر توضیح داده که چه قسم وضو بکنیم، تنها خب آیت نمیشه. قول سوم است که واجب نیست و تسقط مع العذر، میگه اگه عذر کسی داشت ساقط میشه، واجب است میگه فرض است، اما اگه معذور بودی با ساقط میشه. این مذهب مالکی است و شیخ الاسلام ابن تیمیه انتخاب کرده، یعنی پای در پای فرض است اما اگر یک عذر انسان داشته باشه. همین گپ صحیح است که خب دلیلش چیست؟ شیخ الاسلام میفرماید در مجموع الفتاوا جلد 21 صفحه 35 میگه قلت هذا القول الثالث والازهر، قول سوم این ظاهر است، مالکی‌ها که گفت یعنی خوبتر است، اشبه به اصول شریعه، با اصول شریعت برابر است، مشابه است. و این که ادله وجوب دلایل فرض می شامل نمیشه الا المفرط، مگر کسی کوتاهی میکنه. لا میگه لا تتناول العاجز غیر عین، کسی که موالات عاجز است او را شامل نمیشه، اما کسی یعنی قصدن این کار میکنه کوتاهی میکنه او را شامل. حدیث الذی که عمده مسئله است ابو داود میگه و غیره او را معمول به اعاده است، اعاده مفرط، یعنی کسایی که کوتاهی کردگی است، یعنی قدرت داشت که را بشویه، مثل که قدرت داشت که غیرش هم بشویه اما کوتاهی کردگی است. ولی همین قول سوم قول صحیح است. اگر کسی مشکل برش پیدا شد، یک مشکل روی خودش است، یا کسی میگه اینجا به زود کار هستی یا جنگ یا گپ اوجا میره، باز پس یک دقیقه بعد پس میاد ادامه بده. در غیر از او مشکل که نباشه پای در پای دیگه طال نتی، پای در پای یا دلایل وجوبش یا فرضش زیاد بود، ما و شما خواندیم که پای در پای ششته شود و این مذهب حنبلی ها و قسم مالکی ها این مذهب قوی است، از نگاه دلایل به این عمل شد.
وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. والترمذي أخرجه مسلم. والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. یک حدیث بسیار زیبا که بعد از وضو کدام دعا را بخوانیم، چی بخوانیم. عمر رضی الله عنه میگه که قال رسول الله، گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منکم، نیست یکی از شما مسلمانا یتوضا که وضو میکنه فیسبغ الوضو، وضو را کامل میکنه، یعنی سه بار میشویه، دست میزنه، ثم یقول باز میگوید بعد از وضو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شاهدی میتونم باور دارم که غیر از الله دیگه معبود نیست، الله واحد شریک نداره و محمد بنده و رسولش است. یعنی ایرا میگه قلبا الا فتحت له ابواب الجنه، مگر اینکه دروازهای جنت برش چی میشه؟ باز میشه. حتی در دیگه حدیث میگه که دروازهای هشتگانه جنت برویش باز، 8 دروازه جنت. سبحان الله. این حدیث امام مسلم روایت کرده، حدیث خویست. یعنی بعد از وضو اشهد ان لا اله الا الله یادتان نره. ترمذی میگه که ایران بگوید که اللهم اجعلنی من التوابین، یا الله مرا از جمله توبه کننده ها بگردان، و اجعلنی من المتطهرین، از جمله کسایی که پاک کننده ها خود خوب پاک میکنه، از این جمله بگردان. خب در این حدیث چند الفاظ آمد. یکی فیسبغ الوضو، اسباغ چرا میگه؟ کامل بکنه وضو را، یعنی سه بار باشه، زیاد نه. دیگه اشهد ان لا اله الا الله چه معنا؟ یعنی معبود بر حق عبادت و اطاعتش به صورت کامل شده، در کائنات نیست بغیر از الله. عبده یعنی بنده الله، ایرادت به کسی که پیامبر از مرتبهش بالا میکنه و حقوق ربوبیت و خدایی را برش میده. پیامبر ما بسیار مقام داره اما از بندگی بیرون شده نمی، بنده الله است، خدا نیست. و رسول ردت به کسی که تکذیب میکنه پیامبر که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله قبول نداره. و دروازه جنت امو خانه ای است که الله را به مرتقیات آخرت آماده کرده. این جنت به این خاطر میگه که بسیار درخت‌ها داره، حق درخت که یکی سرسبز است، اما زمینش کم معلوم میشه. ماذا یستحب؟ اینجا یک سوالی است که چی مستحب است انسان بعد از وضو خود بگه، یعنی کدام اذکار، کدام کلمات مستحب امیز، سنت امیز که اینی دعا را بگه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسول. اما ترمذی که میگه که اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، این ضعیف است. امام ترمذی را ضعیف گفته است. ما فضل هذا دعا، فضیلت و برتری این دعا چیست؟ اگر که بعضی او را حسن هم گفته، فضیلتش بسیار زیاد است، زیرا این به امرای کمال وضو سبب دخول جنت، یعنی انسان مستحق جنت میشه با وضو که بعد از این کلمه توحید، یعنی کلمه شهادت بخونه. آیا دیگه دعا است که انسان بعد از وضو بگوید؟ بله. یک حدیث دیگه هم است که پیامبر میگه که بعد از وضو یک اشهد ان لا اله الا الله بگوی، دیگه چی بگوی؟ سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک، اینی را بگوید. دلیل از این چی است؟ دلیلش در ابو سعید خدری مرفوعا نقل کرده من توضأ ففرغ من وضوئی، هر که وضو کرد از وضوش خلاص شد فقال بگوید سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک تاب الله علیها بتابعین. الله میگه سر از یک مهر میزند، سر این کلمه، ثم رفع تحت العرش، این کلمه در یک مهر یعنی در یک ورق کاغذ بند میشه، مهر میخوره، بعد به طرف عرش میره، فلم تکسر الی یوم القیامه، تا روز قیامت اینا میشکنه، اون موجه است، در روز قیامت الله این کلمه را برش باز میکنه. رواه حاکم طبرانی حاکم و اختلاف که این در رفع وقفش بعد می موقوف است، بعد می مرفوع، و با تقدیر وقفش کسی اگر ما بگیم وقف هم است، کسی رأی و نظر خود نمیگه، حتمی از پیامبر شنیدگی است. پس از برای از حکم رفع است. تابعی میگه این خاتم یعنی مهر زده، معنای تب ختم است. اینال ما و شما امیر بگویم که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله، در اللهم اجعلنی من التوابین. یک حدیث اختلاف است، بعضی میگن حسن است، بعضی میگن نه، و همیش با ثابت است سبحانك اللهم بحمدک، در اختلاف نیست. پاک هستی تو یا الله، حمدک تمام صفات بر خودت ثابت است. لا اله، شاهدی میتونم که غیر از تو دیگه خدا و معبودی نیست. استغفرک، طلب بخشش میخوایم و توبه میکنم، یعنی گناهی ما ببخش یا الله، مغفرت میخوایم. این بسیار گناه را الله میبخشه. خب یک سوالی است که چشم بالا کردن در طرف آسمان صحیح است یعنی در وقت دعا؟ بعضی ها میگه که وقتی که دعا میکنی با سر تایید و بالا بگو اشهد ان لا اله الا الله، نه، یا میگه روی طرف قبله دور بده بعد بگو اشهد. تا بیگم تایید میکنه که اشهد ان لا اله، که دست میکنن.
چطور است؟ در ابو داود یک حدیث آمدگی است که فحسن وضوء میگه فحسن پیامبر می وضو را کامل کرد ثم رفع نظر الی السما، نظر خود به آسمان بالا کرد. اما این حدیث ضعیف است. وقتی که ضعیف است چشم بالا کردن ثابت نیست که چشم یاری تا طرف قبله یا تو کنی که اشهد ان لا اله الا الله، این ثابت نیست. این کارو نکن. فقط روی هر طرف بود اشهد ان لا اله الا الله، این را بگو، سبحانك اللهم بگو. والله مجال من التوابین هم گپی نداره، زیرا در صحت و حدیث اختلاف. حکمت در این دعا بعد از وضو چی حکمت است؟ یعنی بعد از وضو این دعا را کردن چی حکمت داره، چی فایده، سر چیست؟ ابن قیم میگه فهما طاهرتانی، هر دوی از این پاک است. طهارت البدن طهارت القلب. با وضو میگه که بدن انسان پاک میشه، کلمه را که گفتی قلبت پاک میشه از قلب، کلمه شهادت. و لهذا شرع للمتوضی، به میخاطر کسی که وضو میکنه مشروع شده یقول عقب وضوی، در عقب وضوش بگه که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. طهارت القلب به توبه میشه، طهارت بدن به آب میشه. هر وقت که دو طهارت جمع شود صلح للدخول علی الجنه، میگه صلاحیت پیدا میکند که الله ایره در جنت ببره. وقوف بین یدی مناجاتی، نه صلاحیت پیدا میکنه که با الله بیاد، یعنی پیش الله استاد شه و مناجات کنه، نماز شروع کنه. ما صحت و براده من الادیه اسنا. یک سوال دیگه است. بعضی دعا را بعضی نقل میکنه که در هر عضو بدنت اینی وضو را بکنی. در بعضی کتابات مثلا دست ششتی چی بگویی، در بینی انداختی چی بگویی، در دهن انداختی چی بگویی، در روی اگر ششتی چی کپ بگویی، اگر مسح کردی چی بگویی، اگر دستار ششتی چی بگویی، پایا ششتی. ما در کتاب دیده بودم مختلف دعاست. مثلا در دهن یک دعا، در بینی دیگه دعا، در این دعای زیادی است. خب ادعیه در وقت وضو هیچ کدام صحیح نیست. همین دعای دست جریان وضو فقط اول بسم الله، در آخر میده، بین هیچ دعای ثابت نیست. اما اگر کسی مثل هم ذکر خدا ادامه بده یا که آذان شو آذان جواب بده گپی نیست. اما یک دعای خاص در جریان وضو، امو دعایی که میگن او بدعت است، بدعت ناجایز است خواندنش، زیرا کل بدعت ضلاله. امام نووی میگه اما دعا علی اعضاء الوضوء فلم یجی منه شیء عن النبی. این دعا خیلی بوده. امام نووی 700 سال پیش تیر شده. میگه هرچه دعا به اعضای وضو از هیچ کدامش از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که در هر عضو وضو در دست، در دهن، در سر، در پای یک دعا بکنی. این ثابت نیست. کدام تا این را اختراع کرده از پیش خود جور کرده است. ابن قیم میگه احادیث ذکر علی اعضاء الوضو کلها باطله. احادیث وضو به اعضای وضو، احادیث ذکر که اینی ذکر بکنی کلش باطل است. لیس منها شیء صحیح، هیچ کدامش هم صحیح نیست. و هم قسم در زاد معاد میگه کل حدیث فی اذکار الوضو الذی یقال علیه فکذب مختلق. هر حدیثی که در ذکر وضو میاد در انداما که گفته شده کذب دروغ مختلقون، کسی جورش کرده است پیش خود. لم یقول رسول الله شیئا، پیامبر هیچ کدامش نگفته ولا علمه لامتی، و نه با امت خود را یاد داده. حتی صحابه ثابت نیست، حتی از ائمه مجتهدین ثابت نیست. پس آن آمدگی است. وقتی که پس آن آمده او بدعت است، از او ما شما دور شویم. و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. بنان کوشش کنیم که از او گپایی که است از او اجتناب کنیم.